جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که به صورت روزانه در ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این قسمت در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر احسان الله مبارز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض می دارم. از الله تبارک و تعالی طلبگاریم که طاعت و عبادت پرکم و کاسی ما و شما و جمله مسلمانان را با لطف و کرم خیش قبول فرماید و با ما و شما توفیق و ثبات بر خیر را نصیب کند ان شاء الله. آمین. بنده از اتاق فرمان خواهش میکنم که از همین ابتدا شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و همیشه مثل همیشه خواهش دارم و استدا دارم از بینندگان عزیز که لطف کنید سوالاتون را به صورت مختصر داشته باشین و همچنین وقتی تماس گرفتین و وصل شدین منتظر نباشین صداتون از تلویزیون پخش بشه یا صدای مجری از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیرتر میاد از طریق تلویزیون. پس لطف کنید سوال آماده داشته باشین و وقتی که تماس گرفتین بلافاصله صحبت کنید. جناب دکتر، بیننده پرسیدن که کسی که نمیداند در گذشته چند روز روزه قضا دارد باید چه کار کند؟ الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من تبع هداهم الی یوم الدین. و بعد کسی که دقیق مشخص نمیدانه که چند روز روزه قضا دارد، به تخمینی اغلب، تخمینی غالبی هر سال به چه انداز روزه هایی که تقریبی او خورده باشه و از او قضای او بالایش مانده باشه اونها را حدس میزنه. حدسی اغلبی که هست مطابق از او یک روزه میگیره. در هر یکی از جریان روزهای سال میتونه که روزه بگیره، چی در روزهای طولانی بوده باشه و چی در روزهای زمستانی با هم تفاوت نداره. فقط یک روز روزه که گرفت خودش تکمیل میشه. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیزم وصله و باز از بینندگان خواهش میکنم که سوالاتون رو به صورت مختصر داشته باشین. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید سوال دارم. بفرمایید سوالتون. سوال ما که ما قرآن قلمی داریم. خب قرآن قلمی مثلا گوش کنیم اصلا کلمات چه من سر در نمیرم کلماتی چیه باید این حالا گوش کردن ثواب داره؟ یعنی گوش میکنید یا درسته دیگه قرآن کلمی که قرائت داره و شما گوش میکنید؟ ما میخوام گوش کنیم. خب بعد قلم روش بذاریم گوش کنیم مثلا اصلا کلمات چه نمیدونم تمام بشه نمیفهم کدومش تمام میشه کدوم کلمات شد کدومش اینا یا مثلا گوش کردن ثواب داره یا روش بذاری همینجوری بخونه. درست. سوال دیگه دارین؟ سوال بعدی ما دیگه ما مثلا با افغانیم تو ایرانه مثلا کار میکنیم از خاطر زن دوزی یا مثلا زبان خودمون موره و خال از اینا پیرنهای زنانهی با دو تا مثلا خانه ما هستیم مثلا من میرم میارم و مثلا یه زنگی میزنم براش یا مثلا میرم میارم یا کرای ماشین دارم چی دارم یه رفیقم
مثلا خبر نداره کرایه ماشین و مثلا اینا. درست. خب یعنی خرید فروش لباس میکنین؟ بله؟ خرید فروش لباس زنانه میکنین و از کرایه ماشین خبر ندارن که چقدره؟ نه خرید فروش نمیکنیم. من میرم مثلا کار از جوهر میدارم، پیرنی ایرانیه مثلا زن دوزی میکنیم براش گل میذاریم. بله سوزن دوزی و گل خیاطی یعنی؟ بعد من میرم میارم، یا مثلا اون داغتم رو میشم میارم، یا مثلا زنگی میشن بیار میگم من تو خونه من میاره. خب این رفیق من ظاهرا تماسشون قطع شد. اگه تونستین دوباره تماس بگیرین چون سوالتون ناقص بود. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. وقت شما سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یه سوال اولیم اینه که سر نماز باید میتونم یه خورده وسواس یه فکرایی میفته تو سرم که مثلا اون فکرها نباید مثلا حواسمو پرت میکنه. حالا به نماز خوندن من ضرر داره یا نه؟ سوال بعدیتون؟ سوال بعدیم اینه که مثلا من مثلا سوره الحمد و قل والله و تا مثلا قل اعوذ و اینا رو بیشتر بلد نیستم بخونم. آیا نمازم درسته میخونم یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ بخشین دوباره سوال پرسین؟ صداتون متاسفانه داره قطع وصل میشه. ظاهرا تماستون مشکل پیدا کرد. اگه تونستین دوباره تماس بگیرین. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. لطفا یکم بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین. من سوال داشتم، میخواستم بپرسم تو آشپزخونه‌مون خیلی موسیقی هست. من باید موسیقی کردم باید پوشنشون توی ماه رمضان گناه نیست. سوال دیگه هم دارین؟ و یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم در مورد ابن عباس پیغمبران توصیه کرده و میگن مرد نمیتونه کاری روش بکنه. در مورد ابن عباس؟ بله. در چه موردی یعنی؟ مرد نمیتونه آدمی که ابن عباس باشه مرد نمیتونه بهش گز بزنه. مار؟ بله مرد نمیتونه. نه متوجه نشدم، یعنی دوباره سوالتون رو یکی واضح‌تر بپرسین. من دست در نکنه. نه سوال سومتون ابن عباس نفهمیدیم، اگر دوباره تکرار کنید. فقط در مورد ابن عباس این معلومات میخواستین؟ اولای واقعیت داره یا نه؟ باز من متوجه نشدم. چه چیز واقعیت داره؟ یه داستان شنید در مورد ابن عباس؟ داستان در مورد ابن عباس مثلا میگن ما ابن عباسی هستیم. مرد نمیتونه اونا قضیه. یا کسی که مثلا مرد میزنه و تو دهنش اونا رو میکنه. آیا این واقعیت داره؟ شما سوال متوجه شدین؟ تقریبا سوال متوجه، چون سوال خیلی قطع وصل میشه متاسفانه. انشالله بتونیم سوالتون رو خوب گرفته باشیم که جواب بدیم انشالله. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصل، لطفاً صحبت کنید از طریق تلفن. علیکم السلام و رحمت الله. چهار سوال داشتم. سلامت باشین. سوال شهریتون لطفاً. سوال اول اینه که ما در ایران بانک پول میتونیم بگذاریم به سود یا خیر؟ یعنی داد ستد با پول با بانک منظورتونه؟ بله بله. سوال بعدیتون؟ سوال بعدی به چه میخوره؟ مثلا ما شنیدم که متاسشکار پریسی بخوره همسیره نمیتونن. آیا این واقعیت داره یا دوباره بپرسین؟ یک بچه شیخ از زن قریبش بخوره آیا این همشیره میشه؟ از زن؟
چه کسی شیر بخوره؟ بچه شیرخور از اکسان تقریب شیر بخوره او همشیره میشه یا خیر؟ با از زن دیگری شیر بخوره، یعنی با چه کسی همشیری میشه باید؟ خب انشاءالله توضیح میدیم در این زمینه. خب تشکر از شما. یکم در نماز نیت فرض هست یا خیر؟ نیت فرض است یا خیر؟ تشکر از شما. دست شما درد نکنه. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سوالی داشتم خدمت استاد. بفرمایید. صدای شما وصله و سوال شریعت لطفاً. آیا شغل آرتیستی برای زن اون فقط عروس رو اصلاح میکنه؟ آیا پول حلال است یا؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ندارم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خدا شبکه سلامت باشین. بله، شبکه وصال حق و سوال شریعت لطفاً. سوال شهری مامی است که ما نماز تراویح انجام میکنم مولی ما کنیت میخونه اللهم صل علی میخونه اللهم بارک تعالی میخونه مولی ما همیشه سلام میگردونه ما دو نمیشه که بهش بگه کم دیرتر بخون. درست. سری میخونه. یک سوال دیگه مامی است که مثال گرد مولی ما قرائت پایینه که ما بزرگ قرائت خوره بالا که گفت دیر ما دو نمیشه که مولی که تامیت میخونیم سلام میگردونه خیلی زود میخونیم تقدیر کار. به هم ربط داره دیگه که هم قرائتش سریع است هم تحیاتش. تشکر از شما. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. درخشی داشتی سر من سوال کردم. خب شما متوجه نشده نورم قطع شد. بله. بعد این تراکم ایرانی مثلا خانم ایرانی مثلا نفوسه ما پول دوزی روش میکنیم. خب بله. بعد ما مثلا میاریم یا زنگ میزنیم یا مثلا خودمون میریم دنبال مجاقش مثلا دنبال تراکم. بعد این دوستم هسته خانم دوتا ما خانم کار میکنیم. بعد اینا مثلا هیچ کدومش مثلا من برم بیارم یا زنگ بزنم و اینا هیچ کدومش مثلا خبر نداره که مثلا نمیگه مثلا تو زنگ میزنی اینا ماشین داری نداری مثلا بعدم بیام نصف میکنیم. خب مثلا ساعت رو میاریم مثلا 50 تا اون خانم میدیم 50 تا من ورمیدارم. مثلا اگر اون خانم مثلا این از جریان خبر نداره که مثلا نمیگه که مثلا بیا یا 15 تا یا 20 مثلا با شما ضیافت بدین شما که ماشین دارید زنگ میزنید اینا اینطوری نمیگه. مثلا من وردارم که اون باش نگم مثلا 10 تا 15 تا وردارم این پولش حلاله یا حرام؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نگم که دست گل در نکنه داداش. تشکر میکنم با یک دینا ممنون. خدا تشکر از شما. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب دکتر بیننده از طریق تماس تلفنی پرسیدن که یک قرآن قلمی دارن که با اون قرآن را گوش میکنن. گفتن که وقتی قرآن روشن میکنن این قلم روشن میکنن خیلی وقتا از وقتی که قلم را بر روی
قرآن میذارن از قرآن قرائت عقب‌تر میافتن. حتما باید این کارو بکنن، یعنی قلم بذارن یا فقط گوش بدن اشکال نداره. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. و بعد خواهر عزیز ما که در مسئله راجع به پرسیدند حتما مشکل به حساب سواد دارن. برای از اونها یعنی لازم است که بکوشند همراه با قرائت قاری، قرائتی که در قرآن کریم میخوانه، خودشان هم به زبان تکرار بکنن. یعنی زمزمه برایشان مهم است، تنها گوش دادن یا که قلم بالای خط گذاشتن یعنی این زیاد مهم نیست. در موضوع مهمی است که آیسته آیسته همراه از او تکرار بکنن، زمزمه بکنن، تکرار بکنن تا اینکه آیسته آیسته خود خواندن قرآن کریم را یاد بگیرن. همچنان در برنامه‌های گوگل پلای و غیره هست، برنامه‌های ویژه‌ای هست برای تعلیم روحانی قرآن کریم، تعلیم آموزش قاعده و روش خواندن قرآن کریم. تمامی از اینها هست، هم با صوت هم با آواز. یک از الف با شروع میکنه تا به اخیر قاعده نورانی از خود داره، قاعده های دیگری از دارن. از هر یکی از اینا کوشش بکنه که آیسته آیسته یاد بگیره که چه قسمی باید بخواند، چون هم ثواب شنیدن به خود کسب بکنه و هم ثواب خواندن، که چیزی که به او بیشتر مکلف هست نسبت به دیگر. در صورتی که این توانمندی در او نبود و نمیتوانست، یعنی طبیعی از لحاظ استعداد طبیعی توانایی این را نداشت، باز در اون صورت معذور به شمار میره و به همون اندازه که میتونه به همون اندازه انجام میده. اما ای که قلم که پس پیش میره و در این بری از او اشکال نیست. جزاکم الله خیر. خواهر پرسیدن که با چند نفر مشغول کاری هستن که لباسهای زنانه و پیراهن رو درست میکنن و گلدوزی میکنن و گفتن یکیشون سفارش رو میگیره و میره در منزل و تحویل میگیره و کرایه هم میده برای رفتن و گرفتن این سفارش ها و در موقع تقسیم پول و چون که شریک هستن این کرایه ها رو گفتن حساب نمیکنن و نصف نصف پول تقسیم میشه. آیا خودش میتونه که در حین گرفتن پول کرایه‌اش رو از کم بکنه بدون خبر دادن یا نه؟ در مجموعی برمیگرده به اتفاقیه‌ای که میان آنها وجود دارد. حتما اتفاقیه‌ای هست در اونجا بعضی از اونها ماهرتر می باشه و بعضی از اونها مهارتش کمتر می باشه. در بعضی کارهای دیگری از او استفاده گرفته می شود. اگر موضوع بر نگرده از این قبیل نبوده باشه و همه کار مشترک داشته باشند، در اون صورت بجای این که کار بعدی از اونها را خراب بسازه و همکاریشان ضعیف بسازه، بهتر است که با هم روشن صحبت کنن. روشن صحبت کنن، واضح همه امورشان بوده باشه. و المسلمون علی شروطهم، مسلمان با شرطهایشان محاسبه می شوند. این موضوعی است که یعنی در تعاملات صاف و شفاف و واضح بودن و راست پیش رفتن هم موفقیت در کار هست و هم موفقیت در نزد پروردگار جل جلاله و هم در اعتبار خود شخص. اما تنها در صورتی که شخص به صورتهای از حق تلفی گرفتار می شود و حق تلفی قطعی هست و راهی رسیدن به او از این طریق نیست، به او شکلی که یادآور شد میتونه که حق خدا بگیره بدون اینکه کشمکش و جنجال ایجاد بکنه. اما این موضوع از اینها موضوع است که یعنی جوانب متعددی داره که هر یکی از آنها باید که مورد نظر گرفته شود و باید که صاف و شفاف در کار خود پیش بروند تا که ادامه کارشان و استقرار کاری از اونها برای دچار مشکل نشود. جزاکم الله خیر. بیننده بعد پرسیدن که سر نماز خیلی وسواس دارن و حواس پرتی دارن، آیا به نماز ضرر میرسونن یا نه و کلا چه کار باید بکنن تا از وسواس دور بشن؟
موضوع وسواس چیزی است که در نصوص آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توصیه کردن وقتی که به یکی از شما پیش میشه وسوسه، طرف دست چپ خود، البته نه بالای شخصی که دست چپ او ایستاده است، طرف دست چپ خود 3 بار توفی اندکی می اندازه و اعوذ بالله میخوانه. این وسوسه از او را انشاءالله الرحمن دور میسازه و در اصل وسوسه پیش آمدن یا فکرهای در نماز و غیره پیش آمدن یک امر طبیعی است در انسان که چیز ثوابی او را به اندازه که او در به انسان پیش میشه و نماز انسان را از نماز اعمال نمازش مشغول تر میسازه، از توجه او را ضعیفتر میسازه، به همون انداز ثواب نمازی از او، ثواب عملی از او کاسته میشه. اما به هر اندازه که تلاش میکنه که او را از خود دور بکنه و با نماز قوی تر باشه، به همون انداز باز ثواب به دست میاره. اما در اصل ادای نماز اشکالی پیش نمیاد مگر اینکه کاملا از نماز خود بیخبر و ناآگاه شود. در این صورت باز مشکل خود داره. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی بیرانده گفته فقط سوره الحمد و سوره های قل هو الله و قل هو الفلق و قل هو الناس و سوره کوچک فقط بیشتر بلد نیستن. آیا نمازشون درسته یا نه؟ هیچ اشکالی نداره. تنها سوره که در نماز خواندنش واجب و فرض هست سوره الحمدلله رب العالمین هست. کسی که تنها این سوره را یاد داشت و خوان نماز او می شود. اما اگر کسی که توان یاد گرفتن این را هم نداشت باز او در این هم معذور می باشد. منتها برادر عزیز ما که از این پرسیدن کوشش بکنن که سوره های دیگر به حد توانشان باید یاد بگیرن و بخوانند، چون هر انداز که تنوع بوده باشه برای لذت تنوع در قرائت و در صورت ها بوده باشه احساس لذت نماز بیشتر می باشه و با هم فرق میکنه. اما از صحت نماز هیچ اشکالی در او نیست ان شاء الله الرحمن. منتها باید ادای سوره الحمد درست و صحیح بوده باشه. یعنی اگر در این کدام چیزی را خراب میکرد که معنا فاسد میشد باز در اون صورت یعنی به نماز او اشکال ایجاد میکنه. ورنه این قرائت فرضی که ادا شد یعنی هر سوره دیگر همراه از او ضم بکنه یا حتی بدون ضم سوره هم نماز او میشه و اما ثواب نخواندن سوره اضافی کم میشه. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیرنده گفتن که در آشپزخانه مورچه زیاد هست، اگر این مورچه ها را بکشن آیا گناهی بر او هست و آیا به روزهش اشکال پیش وجود میاره یا نه؟ موضوع کشتن مورچه ها در اصل از او منع آمده مگر که سبب آزار و اذیت داخل خانه میشه و در اون صورت به عنوان ازاله جاندارها و حشرات اذیتناک انشاءالله الرحمن اشکال در او نیست. و وقتی که در زمان موضوع کشنده های حشرات چیزایی پرشرهایی که به حساب کشنده حشرات استعمال می شوند اونها میشه که استفاده بکنن از قبل رمضان تا با آخر رمضان مطمئن بوده باشن، دلشون آرام باشه. بله. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که تعامل با بانک های ایرانی حکمش چیست؟ بانک به حساب جایش و وطنش نمیشه حکم نمیگیره. بانک به اساس تعاملی او حکم میگیره که چگونه تعامل دارند. در تعامل ربوی در بانک یا با تاجر یا با شخص در حرم مکه و حرم مدینه هم داخل شدن نادرست است، حرام است. در تعامل ربوی و سودی. اما در غیری از او تعاملی که به اساسی در او ربا و سود نبوده باشه، در هر جایی که بوده باشه، چی کشور اسلامی چی غیر اسلامی، چی با مسلمان چی با غیر مسلمان،
جهت تعامل تو مسلمان باشه یا غیر مسلمان، چون تجارت با غیر مسلمان هم شرعاً اشکاله نداره، ولی تو باید از دایره ضوابط شرعی نباید بیرون شوی. دیگر هیچ اشکالی در او وجود نداره. جزاکم الله خیر. بچه‌ای که از زن دیگری شیر بخورد آیا محرم بچه‌های اون زن دیگه می شود یا نه، و کلا چه کسانی با شیر خوردن محرم میشه؟ در اون کسی که از در سن شیرخوارگی بوده باشه، بنابر آنچه که راجع در سن شیرخوارگی بوده باشه که در حدیث آمده که کان قبل الفطام، پیش از جدا شدن از شیر و اکتفای ذاتی به غذا بوده باشه، یا اینکه پیش از 2 ساله قسمی که در قرآن کریم آمده، یعنی مدت کامل شیرخوارگی قانونی 2 سال است. و اگر قبل از او هم از شیر جدا ساخته شده باشه و خود به غذا اکتفای به غذا و مرحله اکتفا به غذا رسیده باشه، قبل از او هم باز هم از موضوع از این حکم خارج می شود. خب بعد از او وقتی که در مرحله شیرخوارگی بوده باشه، از زن شیر میخوره. همه اطفال ای زن، چی از همون شوهرش بوده باشه، چی از شوهر قبلی داشته باشه، چی از شوهر دیگه در بعد باشه، همه اطفال او برای برادر و خواهر شیرخواره می بشوند و محرم می باشند. همه اطفال همین شوهری که ای زن به اساس فرزند آوردن به او، یعنی در عقد نکاح او بوده و به او به اساس او، یعنی اولادی که از او شیر همتای شیری او هست، دختر یا پسری، همین مرد است. تمام اولادی او، چی از این زن بوده باشه چی از زنهای دیگری او بوده باشد، تمامی از اینها برای او برادر و خواهر می شوند و محرم می باشند. یک خاله و عمه که از می باشه، یعنی خواهری آن پدری رضایی از او، خواهر پدری رضاییش و همچنین خواهری مادر رضاییش و همچنین برادر خواهری رضاییش و برادر مادری رضاییش و برادر پدری رضاییش، یعنی تمام اینها برای او محرم می باشن. بله، متقابلا. اما از جهت کسی که شیر میخوره، بله، تنها خودی او در این حلقه وارد می شود، برادر و خواهرای او، مادری او وارد نمیشه، دیگر هیچ یکی از اقارب او در این چیز داخل نمیشه. تنها خودی او در این چیز داخل میشه. بس. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که نیت فرض است یا خیر؟ بله، نیت فرض است. بدون نیت هیچ عمل نمی باشه، اما تلفظ نیت در هیچ یک از عبادات ثابت نیست و تلفظ نیت در عموم بدعت است، اما خود نیت فرض است و شرط هست برای صحت اعمال، که مثلا یک شخص تمام اعمال نماز انجام میده اما به نیت ادای عبادت نبوده باشه، به نیت ادای مثلا نماز ظهر است، به نیت اون است، به نیت به نیت ای هست که کسی داره نماز میخوانه، سازی او را میگیره تا به اخیر همه اعمالی که او انجام داد چیزی از او کم بود نکرد، ولی چون به نیت ادای نماز نبوده، به نیت ادای عبادت نبوده، این از او نماز شد، عبادت شد، ثواب گرفت، و از این نه عبادت شد و نه ثواب، بلکه از این که یک نوع تمسخر یا که شبیه به تمسخر به عبادت شده، گناه هم گرفته.
یک مثال دیگری از این که واضح تر از این بگویم، مثلا یک نفر میاد فعلا وقتی نمازی ظهر است طور مثال، وقتی نماز ظهر است آمده در نماز استاد میشه. شخصی به نیتی که نماز ظهر است ما 4 رکعت نماز ظهر، یا که مسافر است 2 رکعت نماز ظهر خدا میخوانه. شخصی دیگر میاد میبینه که این نماز میخوانه، استاد شده نماز میخوانه، اما نیتش این نیست که ظهر است یا چیز، یک نماز میخوانه، نفل هست یا برش حساب میشه نفل، اما همین ظهر از او، نماز ظهری که نیت کرده و خوانده از او ساقط نمیشه، به جای از شخصی که نیتی او را کرده بود ساقط میشه، اما از این نفر شخص دیگری که به مانند از او را دیده مانند از او نماز خواند، اما متوجه اینه بود که این کدام نماز هست، نماز فرضی هست یا نیست، یک نماز خوانده از اون نماز ظهر ادا میشه و از این 2 رکعت یا 4 رکعت نفل به شمار میره، تا اینکه او را به نیت ادای ظهر، ادای نماز فرض ادا نکنه، ادا نمیشه. این نیت شرط است. بله نیت شرط است، بدون نیت عمل معتبر نیست. انما الاعمال بالنیت و انما لكل امرئ ما نوى. حتی مثلا اگر عبادت را به خاطر تنهایی انجام میده که بزرگترین عبادت را به خاطر انجام میده که نام و نشان کسب بکنه یا مردم بگوین که به این عبادت خیلی گرویده هست، خیلی وابستگی به دین و به عبادت داره، در اون صورت این شخص هیچ ثوابی به دست نمیاره جز همین نامی که اونها مردم برایش میدن، ثوابی از او عبادت نداره، مطابق نیتش الله تبارک و تعالی با او تعامل میکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیان گفتن کسی که شغل آرایشگری داشته باشد و فقط عروس را اصلاح کند، آیا این پولی که کسب میکند حلال است یا حرام؟ اگر آرایش های خلاف شریعت نبوده باشه هیچ اشکالی نداره، اما آرایش هایی که در اونها اعمال خلاف شریعت است که احیانا در بعض جاها دیدن و نظر انداختن به جاهای به عورت و امثال از اونها و اعمال آرایشی در جاهای عورت و همچنان گرفتن مثلا موهای ابرو و امثال از اینها که بوده باشه نادرست است. در غیر او هیچ اشکالی نداره و چیزی که میگیره حلال است براش. جزاکم الله خیر. بیننده 2 سال پرسیدن در زمینه نماز تراویح و امامی که امامت میکند، گفتن که قرائت رو خیلی سریع میخواند و مردم نمیتونن که بفهمن و بهش برسن، و همچنین تحیات و وقت جلسه و سجده و رکوع رو خیلی سریع انجام میداد. بله داره با الله و دین الله بازی میکنه، الله تبارک و تعالی او را توفیق بده، هدایت نصیب کنه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید کم من قارئ للقرآن والقرآن یلعنه، چی بسا قارئ قرآنی هست که قرآن به او لعنت میفرسته و این هم از همان قبیل می بوده باشه. همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که بدترین دزد نماز است که از عجله رکوع و سجده و ارکان نماز خود درست ادا نمیکنه، مانند مرغ و نول زدن از در آب یا در زمین، مانند او نماز میخوانه بدون اینکه اعتدال در ارکان داشته باشه. و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث معروفه که حدیث به نام مسیء صلات، یعنی کسی که نماز درست نمیخوان، حدیث معروفی از او هست که آمد پیش نبی اکرم صلی الله علیه و 3 بار نماز خواند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او را برگردان که بره و دوباره نماز بخوان که نماز نخوانده هستن، گفت نماز نخوانده، این هم نماز نمیخوانه، این آخوند ملایی که است نماز پشتی او درست هم نمیشه، چون نماز خودش درست نمیشه تا که نماز دیگرای درست شود. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بار سوم آمد که یا رسول الله از بهتر ما یاد ندارم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که وقتی که به نماز استاد میشوی تکبیر تحریمه و الله اکبر بگو، بعد از او سوره فاتحه و ان شاء الله تبارک و تعالی برایت می سرگردانده بخوان، سپس تکبیر رفته بر رکوع برو، در رکوع خوب آرام باش، خود آرام بکن تا اینکه هر استخوان جای خود در حالت رکوع بگیره، سپس از رکوع بلند شو و خود آرام بگیر تا اینکه ایستاده هر عضو جای خود بگیره، سپس در سجده بره و در سجده خود
آرام بده، با اعتدال و با اطمینان سجده کن تا اینکه هر عضو جای خود در وضع سجده بگیره. سپس از سجده که بلند شدی بین دو سجده همچنان، سپس در سجده بعدی و سپس گفت که در هر یکی از رکعت‌های نماز به همین را انجام بده تا به اینکه به تشهد اخیر رسید و بعد از تشهد اخیر با سلام بود. و در اینجا هر کس که اعمالی که در این ذکر شده با همون روند آرامشی که هست انجام نمیده، علما آگاه به حدیث عمومی مذاهب شافعی، مالکی، حنابلة و غیره و تمام علمای حدیث به اتفاق نظر دارن که نماز او نمیشه، چون نص صریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است که کسی که چنین شکل نماز خود ادا نکرد نماز او نمیشه. و میشه اگر در مستحبات نماز کوتاهی آمد میشه که ثواب کم شود اما نماز درست شود، اما چنین چیزی که در ارکان نماز مشکل ایجاد میکنه و اعتدال و آرامش در نماز که جزئی از ارکان هست، در حالی که از اعضا در این مشکل داشته باشه، در صورت نماز او نمیشه. و از الله تبارک و تعالی برای خود و او و جمله اهل اسلام توفیق را خواهیم. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز تشکر می‌کنیم تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ليزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر.